آخر این ویدیو قراره که تو رو به سخت‌ترین تصمیم زندگیت ببرم. تصمیمی که شاید دوست نداشته باشی اصلا تو شرکت کنی، دوست نداشته باشی اصلا اینجا باشی، اما مطمئنم اگه ذره‌ای باهوش باشی میدونی که تصمیم درست رو بگیری. فقط بهتون اعتماد کن و تا آخر ویدیو با هم باش. قبل از هر چیزی برم سراغ معرفی چنل که تایتل ویدیو هست و بعد راجبش بپردازیم. ببین این چنل اسمش لینه و از کلمه دیسیپلین اومده. دیسیپلین یعنی چی؟ نظم شخصی. نظم شخصی. من معتقدم که اگر هدفی توی زندگیت داری و دوست داری که بهش برسی، نظم شخصی اولین چیزیه که باید توی خودت نهادینش کن، چون اصلا امکان نداره شما نظم شخصی داشته باشی، بخوای واقعا به اون هدف برسی، براش برنامه بریزی و نشه. پس دیسیپلین یا لین از این میاد. بذارین یه ذره از خودم بگم. من تا 3-4 سال پیش هم فوتبال بازی میکردم و هم درس میخوندم، اما هیچ کدوم از اینا منو خوشحال نمیکرد، چون هدفهایی نبودن که خود من تصمیم گرفته باشمشون. یعنی چی؟ فوتبالمو به خاطر اینکه پدرم میگفت خب دوست دارم بهت افتخار کنم، اگر یه فوتبالیست باشی من بهت افتخار میکنم و عاشق این بود که پسرش فوتبالیست بشه، ولی من اون تصمیم نگرفته بودم و اصلا براش با جون و دل تلاش نمیکردم و آخرم که هیچ شد، به نتیجه نرسید. درس خوندن هم که گفت که اگر درس نخونی من از خونه میندازمت بیرون، اونو هم من ادامه دادم تا جایی که 2-3 سال از وقتم بیشتر گرفته شد و آخر سر به هیچ رسید. مطمئنم همتون اینو تجربه کردین. چرا؟ چون اکثر خانواده ما دوست دارن ما رو نزدیک به اون چیزی کنن که خودشون دوست دارن، نه چیزی که علایق ماست. به همشون باید احترام گذاشت، ولی تصمیم نهایی با تو. اما هدف کانال لینی که ما زدیم چیه و اصلا خانواده ما هدفش چیه؟ مطمئنم شما یک بار حتما اصلا قبل از اینکه این ویدیو رو ببینین این اومده توی ذهنتون که نسخه قوی من چه شکلیه. نسخه قوی تو چه شکلیه؟ همون چیزی که توی رویاها تصور میکنی. مثلا برای خودم مثال میزنم، یه بدن قوی، سیکس پک دارم، عضلات خیلی قوی دارم، ماشینای خیلی خفن دارم، دایر افراد دور و برم افراد موفقی ان، یه زندگی راحت دارم، پدر و مادرم بهم افتخار میکنن و بچه‌ام هر چیزی که بخوانو میتونن داشته باشن. این میشه یه زندگی ایدئال برای من که حالا توی ذهن من هست. مطمئنم تو هم قبل از من اینو تجربه کردی و راجبش فکر کردی. اما هدف کانال ما چیه؟ اینه که با هر نوتیفیکیشنی که روی موبایل تو میاد بتونی یک پله به اون نسخه قوی و ایدئال خودت نزدیک بشی و این خیلی خفنه، هم برای من هم برای شما. البته یه موضوعی همین الان براتون موشکافی کنم. ما قرار نیست اینجا کلیشه‌ای صحبت کنیم. نه، تو برای اینکه موفق بشی نیاز داری که 5 صبح پاشی. به هیچ عنوان. اینا مزخرف. خود من 6 صبح پا میشم. یکی از دوستام که فرد موفقی هم هست 8 صبح پا میشه. بستگی داره که تو برنامه‌هات چیه، قراره چه کاری رو انتخاب کنی و قراره کی باشی و از خودت بپرسی من کیم، الان کجام، قراره کجا باشم و قراره به چیا برسم. پس صحبت‌های کلیشه‌ای کلا توی این کانال نداریم. اما اون دوراهی سختی که بهت گفتم و قراره یه تصمیم خیلی سخت بگیری کجاست و چیه؟ ببین قبل از اینکه برات توضیح بدم میخوام بهت بگم که ما 2 دسته افراد داریم. یک، افرادی که تا اسم نظم شخصی، انضباط، ژورنال نویسی، برنامه نویسی میاد میکشن عقب. من نیستم. ته ذهنشون من نیستم. بی خیال من. چرا؟ دلیل‌هاشون چیه؟ اصلا بهونه‌هاشون چیه؟ توی ایران نمیشه کاری کرد، ما تحریمیم، وضعیت اقتصادی بده، هر کاری میکنیم خرج میشه، دخل و خرج. اصلا اینا نیست. درست، وضعیت خرابه، بده، هرچی هست برای همه است، نه برای تو. برای تو تنها اگر بود اولین شخصی که ازت دفاع کرد من بودم و میگفتم اوکی وضعیتت الان بد هست، درکت میکنم و میتونستم بهت راهکار بدم، ولی وضعیت برای همه این. پس بهونه نیار، چون تکلیفت با خودت مشخصه. 10-20 سال آینده قراره که بچه‌ت توی موقعیتی قرار گرفتی بهت بگه که بابا من اون چرخو میخوام برام بگیری و تو قراره بهش بگی که هنوز حقوقمو ندادم. منتظری تا حقوقتو بدن، اونم شاید بتونی براش بخری. به قول خودت با این وضعی که هست شاید بتونی براش بخری. پس خواهش میکنم اگر جزو این دسته‌ای، مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدی، ممنونم ازت. اما همین الان از ویدیو برو بیرون و به اون ادامه اسکرول کردن تو اینستاگرام، ویدیوهای ترای نات تو لفت دیدن تو خندیدن و فکر کرده باشی آقا با این کارا روزت گذشته و فلان، با همین ادامه بده. ما همچین افرادی توی کانالمون نمیخوایم و توی خانوادهمون نمیخوایم. ما با دسته دوم کار داریم. دسته دوم کیان؟ کسایی که هنوز یه ذره اون وحشیگری که باید توی وجودشون باشه رو دارن و میخوان سریعتر، البته خب صبر هم خیلی مهمه، ولی خب کلا میگم سریعتر به اون ورژن خیلی خفنی که توی ذهنشون هست برسن. میخوای فرد بهتری باشی، تاثیرگذارتر باشی، افراد دورت قوی‌تر باشن و غیره، یه تصمیم سخت باید بگیری. اینکه فداکاری کنی یا نه. حالا مثالی که پدرم هم میگه تن پرور باشی. اگر جزو دسته دومی و هنوز اون آتش اینکه به بهترین ورژن خودت تبدیل بشی رو داری، بهت خوش آمد میگم. به خانواده ما بپیوند.